همه امواتی که زیر این قبرها دفن شدن، یکی به خاطر تصادف از این دنیا رفته، یکی به خاطر بیماری خاصی از این دنیا رفته، دلیل خاصی داشته. اما من میخوام بهتون بگم که علت اکثر این مرگ ها چشم زخم بوده. اینو من نمیگم، امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر قبرها باز میشد و علت مرگ ها مشخص میشد، میدیدید که اکثر این افرادی که زیر این خاک ها هستن به علت چشم زخم از این دنیا رفتن. ما تو زندگیمون خیلی باید توجه ویژه به مسئله چشم زخم داشته باشیم. چشم زخم اطرافیانمون که یا به خاطر حسادت به زندگی ما هست یا به خاطر حسرت زندگی ما هست. علل و عواملی داره این چشم زخم که تو کپشن بهتون بعضی از این علل و عوامل رو گفتیم و چه کار کنید که چشم زخم از خودتون و خانواده‌تون دور کنید، و تو پست بعدی هم انشالله در مورد چشم زخم بیشتر بهتون توضیح میدیم. همه امواتی که زیر این قبرها دفن شدن، یکی به خاطر تصادف از این دنیا رفته، یکی به خاطر بیماری خاصی از این دنیا رفته، دلیل خاصی داشته. اما من میخوام بهتون بگم که علت اکثر این مرگ ها چشم زخم بوده. اینو من نمیگم، امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر قبرها باز میشد و علت مرگ ها مشخص میشد، میدیدید که اکثر این افرادی که زیر این خاک ها هستن به علت چشم زخم از این دنیا رفتن. ما تو زندگیمون خیلی باید توجه ویژه به مسئله چشم زخم داشته باشیم. چشم زخم اطرافیانمون که یا به خاطر حسادت به زندگی ما هست یا به خاطر حسرت زندگی ما هست. علل و عواملی داره این چشم زخم که تو کپشن بهتون بعضی از این علل و عوامل رو گفتیم و چه کار کنید که چشم زخم از خودتون و خانواده‌تون دور کنید، و تو پست بعدی هم انشالله در مورد چشم زخم بیشتر بهتون توضیح میدیم.